تهران یه گاری چی بود؟ این جیگر میفروخت، معروف بود به قاسم جیگرکی. یک آدم اینقدر بلند ترکه‌ای اما زرنگ، لا چاوکش، دعوا میشد یه چرخ میزد 10 تا رو میخوابوند. اما این و گاهی هم شراب میخورد گاهی. اما روز آخر ذی‌حجه که میشد دهنش رو آب میکشید. قدیم لاتا اینجوری بودن ها، هر کاری میکردن به محرم که میرسید به احترام امام حسین میذاشتن کنار. حالا رو ول کن که طرف شب عاشوراش هم گناه میکنه. بعد شب عاشوراش برای همین قبرستونا پر شده، پر جوون. حرمت نگر نمیداری، حضرت زهرا نفرینت میکنه. میگه حسین من تو گودی قتلگاه داره دست و پا میزنه، تو داری میخندی؟ شب نشینی با رفیقات داری، تو خونه دور هم جمع میشی، باش برو حسینیه سینه‌تو بزن. میگم آخر ذی‌حجه دقیقا مثل امشب فردا شب دهنش آب میکشید، لباس عزا میومد تو حسینیه محل و در ضمن علم هم داشت. حسینیه علم کش هیئت این بود، چون خیلی ماشاءالله قدرتمند بود، علم هم بزرگ. آقا هیئتی که 5000 سینه زن داشت. خلاصه کم کم کار به جایی رسید که رسید به 100 نفر سینه زن. مردم دیگه نیومدن. هیئت امنای هیئت دور هم نشستن که چرا هیئت کسی یه بستن. گفتن چرا؟ گفتن هم مردم میپرسیم. رفتن هم مردم پرسن آقا تو چرا نمیای؟ گفت این قاسم جیگرکی علومت کشه هیئتتونه. خب وقتی یه هیئت راه میفته اولین کسی که مردم میبیننش کیه؟ علامت و علومت کشه دیگه. شراب بره چاوکش معروف دمه جیگرکی برو بابا ما نمیام. آقا دیدن همه به خاطر این نمیام. چیکار کنیم؟ یه جوری به قاسم میگیم که امسال محرم نیا دیگه تو حسین. اومدن یه چند روز قبل از محرم 6-7 نفری رفتن خونه قاسم و گفتن ما با قاسم کاری داریم. گفت بفرمایید و دست به سینه مؤدب ایستاد و بین این 7 نفر یه پیرمرد ریش سفید بود. گفت قاسم. گفت بله. گفت ببخشید مزاحمتون شدیم. گفت آقا منت گذاشتید سرمون. گفت ما اومدیم فقط چند تا سوال بکنیم. گفت بفرمایید. گفت قاسم حسین رو دوست داری؟ یه نگاهی کرد. گفت کدوم حسین؟ حسین عزیز زهرا. زد زیر گریه. گفت حاجی دست درد نکنه، بعد از یه نوکری حسین رو دوست دارم. خودم زنم بچه هم فدای حسین. گفتن ناراحت نشو ما چند تا سوال. گفت بله دوست دارم، میمیرم برای حسین فاطمه. گفتن قاسم هر کاری از دستت بر بیاد برای امام حسین میکنی؟ گفت بله دیدید که من تو محرم هر کاری میکنم، هر کاری. بعضی فقط بلدم واسه دم در، ولی اگه دستشویا گرفت به اون میگن برو و این کارم میکرد قاسم. گفت دیدید من توالت میشورم، در دستشویا رو میشورم، تمیز میکنم، جارو میکنم، آب میپاشم، ظرف میشورم، از تیر میرم بالا پرچم میذارم، هر کاری بتونم میکنم. افتخارم. گفتن درسته قبول. گفتن قاسم دوست داره هیئت اربابت کوچیک باشه یا بزرگ؟ گفت بزرگ. حسین عظمت داره، هیئتش هم باید عظمت داشته باشه. گفتن قاسم یه سوال دیگه. گفتن اگر کسی باعث بشه هیئت حسین کوچیک بشه وظیفش چیه؟ این شک کرد.
گفت ببخشید یعنی چی؟ گفتن که یعنی مثلا مردم نیان هیئت به خاطر یه نفر. گفت اون یه نفر نیاد، اون نیاد مردم میاد. گفت راستیاتش ما هم برای همین اومدیم، دید اینا اومدن بهش بگن دیگه هیئت. گفت قاسم ببخشید امسال نیاد دیگه تو حسینی. گفت باشه نمیاد. سلام منو به مردم برسونید. بگید قاسم نمیاد شما بیان، قاسم فدای شما مردم بشه. بیان من نمیاد. باشه قاسم ببخشید آماد جسارت نمیخواستیم، فقط اومدیم محترمانه بهت بگیم تو که میای دیگه کسی نمیاد، تو دیگه نیا. اخونه اومدن بیرون و شب اول محرم زن و بچهش به قاسم گفتن قاسم بابا نمیری هیئت؟ گفت چرا بابا شما برید من میام. نذاش زن و بچهش بفهم. رفت چند تا پارچه مشکی جور کرد از چادر زنش و رفت تو زیرزمین خونش، دور تا دور زیرزمین خونش رو مشکی زاشت. گفت حسین جان من از حسینیه بیرون کردم. به من گفتن دیگه نیا. منم یه حسینیه برای خودم درست کردم. اینجا کسی نیست منو بیرون کنه. زنجیراشو برداشت، هرچی شعر بلد بود هی توی زیر زمین زنجیر میزد و هی میگفت یا حسین یا حسین. این چراغا رو خاموش کنید. امشب بذارید جوونا داد بزنن و گریه کنن. خدمه یه حسینیه هر کی صدا منو میشنوه هر جا هست بشینه رو زمین، همه بشینن، چای ریزا بشینن، هر کی خدمت میکنه توی حسینیه بشینه. امشب میخوام برای سینه زنا و نوکرها و اونا که خدمت میکنن تو حسینیه روزه بخونن. هرچی شعر بلد بود خوب. شب اول تموم شد، شب دوم، شب سوم، شب چهارم، صبح پنجم یکی از اون 7 نفر با چشم گریون از هیئت امنا، همه هفتایی‌ها، اومد در خونه رفیقش درس اشکم بند نمیاد. دید اونم داره گریه میکنه. چرا گریه میکنی؟ گفت من دیشب خواب حسین رو دیدم. یا امشب چه خبره اینجا؟ بیبی جان اومدی یه سری به ما بزنی؟ خانوما صدا منو میشنوی؟ امشب اگر یه خانم پهلو شکسته رو دیدی بگو خوش اومدی. امشب مادرش اومده ببینه کی برای حسین داره گریه. دوتایی اومدن در خونه سومی، دیدن اونم گریه میکنه. آقا 7 جمع شده. چرا گریه میکنی؟ همه خواب حسین دیدن، همه هم یه خواب دیدن. من قلبم درد گرفته نمیتونم بخونم، همینطوری میگم اگه امشب شب آخر عمرم هم باشه راضیم. چه خوابی دیدی؟
امام حسین فرموده بود شما چیکاره بودید به یکی بگید بیا، به یکی بگید بیا. من که فقط حسین خوبا نیستم، من حسین گناهکارم هستم. برید عذرخواهی کنید ازش. چرا دل قاسمو شکستید؟ چرا جلو زن و بچه‌اش کوچیکش کردید؟ اومدن در خونه قاسم. اینجا رو میخوام جوونا داد بزنن و گریه کنن ها. اومدن در خونه قاسم، دیدن در خونه قاسم بازه. در زدن، یکی از بچه‌هاش اومد دید داره گریه میکنه. چرا گریه میکنی؟ گفت بیاین بابام داره خودشو میزنه، داره بابام گریه میکنه. دویدن دیدن قاسم اینقدر سرشو به دیوار زده، این سر شکسته خونالود. چته؟ گفت منم خواب حسین رو دیدم. آقا فرمود به خاطر من ببخشید رو. اما قاسم تو که منو دوست داری، تو که 2 ماه عزاداری میکنی، چرا چاقو کشی میکنی؟ چرا شراب خوری میکنی؟ چرا آبرو منو میبری؟ قاسم میگه تو عالم رویا گفتم آقا من نمیدونستم آبرو ریزتم، حالا که ناراحتت کردم میخوام روز عاشورا بمیرم. حسین برا آوردن قاسمو. اما رفقا، مردم، جوونا، زور عاشورا نشده بود، دیدن بچه های قاسم دویدن. مردم ما یتیم شدیم، بیاین جنازه بابا رو بردارید. همه اومدن، روزه من همه جمله، مریض دارا، گرفتارا، کربلایا. مردم اومدن جنازه قاسم و گلبارون کردن. چه احترامی، چه گریه هایی. چرا گلبارون میکنید؟ گفتن قاسم نوکر حسین بوده. یا حسین، یا حسین. احضر مجلسك خليني يا مولاي، اسطر الاحذية لو شيل بوش الكاس، ابوس الاحذية لو شيل بوش الكاس. مولاي انت البيات تتملى تحضر مجلسك عزيز، احضر مجلسك خليني خليني خليني، احضر مجلسك اللي تبتدي امك الزهرة، احضر مجلسك خليني يا مولاي، اسطر الاحذية لو شيل بوش الجاي، اسطر الاحذية لو شيل، لو اكمس المجلس لو اوزع الماء، ولي يلعن يزيد يصيح نسقيني، ولي يلعن يزيد يصيح حسين حسين. ردد بهذا الاسم. وحقي الزهراء، الزهراء عيلها على حلقة، تريد تسمع اسمه ليدها هنيالة
تلطم وتبكي تحت انظار مولاة الزهراء. مولاي 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 أتمنى بحسينيتك مماتي يا حسين. أتمنى بحسينيتك مماتي عارو باللطم تخلص حياتي. عارو باللطم تخلص حياتي. عليك من العطش بس لهاتي. عليك من العطش بس لهاتي. غسلي من دمع غربة بناتي. غسلي من دمع غربة بناتي. مولاي 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 أتمنى بسوادي تفنوني. أتمنى بسوادي تفنوني وبواد الطفوف يطوفوني. وبواد الطفوف يطوفوني بعد يا عزيز. وبراق المخيم يدفنوني. وبراق المخيم يدفنوني. وبراق المخيم يدفنوني. لك المنة مولاي يا ابا عبد الله يا عزيز. انت اللي خليتني ابكي عليك يا حسين. انت اللي خليتني انصم عليك يا عزيز يا عزيز. مولاي ابكي والطب واقرا وتشوف لي امك الزهره يا عزيز. مال غيرك مال غيرك مال غيرك مال غيرك يا دمع العزيز. الما يصير لو يعيل مال غيرك انفجر فيه وانا ما يبين طينك. مال غيرك مال غيرك مال غيرك ولا روح ولا روح. مال غيرك ولا روح حسين. مال غيرك حسين. مال غيرك حسين. مال غيرك مال غيرك